داداشم کریپر خوبی؟ خانواده خوبن؟ انم به من ربطی نداره که خوبن یا خوب نیستن. مس بود؟ آره مس بود. حله گرولرم بندازم، دوتا پرم بندازم، گوشت زامبیرم بذار بندازم. اوکی. به نظرتون اینجا کیکه یا فیکه یا کیکه؟ تا جای او مای گاد، چقدر اینجا آیرون هست. خود نبود ولی بازم میدونی چقدر آیرون بود. خب دایمند بده اینا دیگه سوسول بازی هن. الان اینا سوسول بازی هن. من بدبخش کنم نشدم. ای دارو همچین نظر نظر انجا ویدیو رو زفت. اوکی ادمنسمنت اینم گرفتیم. تازه کابلستون به دست آوردم. خب یه فرنیس بذارم اینجا. هاشون چقدر زیادن. چقدر آیرون میپزه به نظرت؟ 3 تا میخوام. نه او این چوبا به دردم بخور. یه دونه شو. ناموسن 2 تا بپز. 2 تا میخوام و 2 تا. دمت کرد مردی مرد. چرا من اون همه رو چیز کردم؟ اوکی اینجا آیرون دیدم. اینا ها دایمندم باید بده. دایمندم من ازش انتظار دارم. به نظرتون بریم پایین؟ میریم پایین. برو پایین. shit the game. کل تموم شده. دوچواری نداریم بیدیم خونه. خونه که نداریم. برمیگردیم مقرمون. سگدونی کجا اومدیم؟ من گم کردم خونه رو. صداهای بدی میاد. اینجا یه قار دیگه هم هست ولی فعلا لوتش نمی کنیم. بسر برو ادوانسمنت هم تازه گرفتم. همه چی هم تازه دارم ادوانسمنتشون. نسوزیم باشه. بازم آیرون. چقدر آیرون؟ پشمام آجی بغل خونه پور آیرون بود. یه دونه باکت درست میکنیم و با این یه تومون که نمیتونم ولی یه کلاه میتونم درست میکنم. کلاه داشتم. داخل غار کلی چرخیدم و آهن جمع کردم اما خبری دایمن نبود. یه سگ پیدا کردم. یه دونه استخون داشتم دادم بهش. همون یه دونه استخون با هم دوست شد. حاجی یه ویلیج هم پیدا نمیشه ما چیز کنیم. پورتال پشمان بریم ببینیم توش چی داره.
چیز خوبه اسمش. چستنت هم داره. او گلدن اپل و وای بینور چرا سوخ گلدن اپل و گلدن کریت ایزی به در نمیخواد. دوتا هم فیلینت داریم. فیلینتو میذارم اینجا و اینجا هم پر چیزه. یه دونه هم گلد اونجاست برمیدارم همه رو. خب پس شما رفته بودم اون ته مپ و پشیمون شدم ویلیج پیدا نکردم. برگشتم و افتادم. ببینید کجا افتادم. الان مپ رو بهتون نشون میدم. نگاه کنید اون توسیا رو میبینید. من داخلشم. اونجا یه دره است. من داخل اون دره قرار بیس بسازم و خیلی خوشگله. حالا بعدم بهتون نشون میدم. الان بهتون نشون میدم که من داخل اون بین توسیام و خیلی جای باصفا و قشنگیه. خب این سفر بعدی خوبی هم داشته. کلی سپلینگ های مختلف پیدا کردم و تصمیم گرفتم با این سپلینگ ها بیسامو بزنم. انتظار چی میگه. و سفر خوبی بود و خدا رو شکر به حرف دلم گوش دادم و اومدم اینجا. این جای خوب پیدا کردم برام بیس بسازم. برام این اسکلتون رو بزنم. سگه من اوه داشت دومش خیلی پایینه داره میمیره. بودو بیا. مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت و ساب یادتون نره. با اینکه این قسمت کوتاه بود ولی براتون میذارم بازم پارت بعدیش بیلده. خداحافظ.